البته نظر ما منفی است و اونی که بینای حزب رو تخریب کردند زمینه حقوقی و قانونی نداشت و اونها پیش از آن میخواستند که پیش راهی برگزاری جشن وحدت در ولایت سوخت بگیرند و اگرچه موفق شدند به اون که این جشن برگزار نشد، ولی از نگاه ما یک ضربه به روند وحدت ملی زده شد، چون اثبات کردند که برای بعضی مسئولین وحدت ملی جز یک شعار و جشن خود خالی چیز دیگری نیست. اون محتوا ندارد و ارزش برایشان ندارد و طرف دیگری صلح را در عرفه جشن وحدت ملی میتوانند به این شکل تحقیر کنند و دفترش را خراب کنند. این هم استاد که فکر میکنه از قبل تحریزی شده بود یا که از اون سیناری که این عملی شد در همه جای عکس بود، در بدخشان، در کلاب و اخیراً در شهر خوزستان و حتی همین اسلوب رو در علیه حزب سوسیال دموکراتی هم قبلا استفاده بودن و وقتی دیدن که نسبت حزب سوسیال دموکراتی اون نتیجه داد، دیگر تقریبا کار آنها رو فلج کردن که دیگر نمیتوانند از اون جلسه برگزار کنند یا نشسته. عیناً هم اسلوب رو علیه حزب ما استفاده برده ایستادن، ولی به فکرم نتیجه نخواهد داد، چون که استواری و اراده اعضایان ما نشان داد که آنها در همه جا و در همه حالت میتوانند طبق قانون فعالیت خود پیش ببرند. استاد تصمیم شما چی هست در رابطه با قرارگاه که در سعود است و ما حتما مراجعه خواهیم کرد به مقامات سعودی، به پروکراتور و پیگیری خواهیم کرد که اون جبران کرده شود و کسانی که غیر قانونی بینای ما را خراب کردن باید به جوابداری کشیده شوند، چون هیچ زمینه حقوقی نداشت و قانونگذاری هم معین کرده است که در صورت ضرورت این یا آن انشاءات یا مالکیت برای استفاده جمعیتی اون باید قبل از همه با توافق طرفین و جبران خسارات باید که بعد از آن برداشته شد. استاد شما وقتی سفرم انتظار داشتید که همین گونه حمله با صورت خواهد گرفت در نسبت شما؟ راست گپ نه، در خوجان این انتظاری رو نداشتم، چون همیشه فکر میکردم که به هر صورت اونجا که از زمان جنگ شهروندی هم از این مبارزه ها در امین بود و این روحیه و حساسیت نبود. بعدا همیشه مردم قسمت شمالی ما معروف به فرهنگ و رفتارهای خاصی خود بودن و تا امروز هم به این اعتقاد هستم و باور هم دارم که نه در بدخشان، نه در کلاب، نه در خوجان مردم هیچ عیبی ندارند و اونها با ما مشکلی ندارند. این دایره هستن که این کارها رو در همه جا تشکیل میکنن و امکان دارد که در جاهای دیگر هم تشکیل شود و برای ما نباید از مردم گیلمان باشیم یا از منطقه، بلکه ما از مقامات و از اشخاص علاقیده گیلمند هستیم که و مردم تهمت میزنند و از نوع مردم، از نوع بدخشانی ها، کلابی ها، خوجندی ها و شاید فردا از نوع ختلانی ها و دوشنبگی ها این کار را انجام دهند و همینطور آبروی مردم و ملت خودشون می‌کنند. پس مثلا نیت شما رو برای سفر به دیگر منطقه ها برهم نزد همین گونه؟ نه، هیچگاه ما نیت ما رو برهم نزده است و من هر یک گوشه تاجیکستان رو وطن خود میدونم، خانه خود میدونم و حتما سفر خواهم کرد. اگر نیتی ما رو دیگر میکرد، حادثه بدخشان دیگر میکرد، کلاب نمیرفتیم. اگر حادثه کلاب دیگر میکرد، خوجان نمیرفتیم و حتما برنامه‌های داریم که دیگر منطقه‌ها رو هم زیارت خواهیم کرد. این یک روند طبیعی است و ما نباید از این رو افتاده باشیم. اگر از لحاظ سیاسی فکر کنیم، در دیگر کشورها هم این حادثه‌ها رخ می‌دهند. از لحاظ اقلیتی و ارزشی اگر فکر کنیم، در تاریخ اسلام هم پیامبران این گونه اذیت‌ها را کشیدند و ما هیچگاه از محمد صلی الله علیه و سلم بهتر نیستیم. وقتی به هم زدن، هموطنانش سنگشب کردن، لطوکوب کردن، از وطنش بیرونش کردن که بهترین انسان ها بود. وقتی که بهترین انسان ها را از وطنش بیرون کردن زدن، ما کی هستیم که نسبت این کارها نشود؟ برای این طبیعت راه هست و ما ادامه خواهیم داد. فقط یک چیز نگران میکند که جوانان را که عصبی میکنند، راه افتاده میکنند و اونها اعتماد رو به انتخابات و فعالیت حزبی از دست میدهند و شعارهای بعضی تندگرایان در اینجا محبوبیت پیدا میکند. اونها فریفته اونها میشن که میگن ببینید کبیری یا حزب نهضت فریفته انتخابات و دموکراسی و حقوق بنیادی شدن و عاقبت کارشون همین است. ولی باید که با راههای دیگر مبارزه بود و اینجا بیشتر هم بعد حادثه‌های عراق، سوریه و افغانستان رو پیش نظر میارن که تنها با همین راه میتوان علیه دیکتاتورها و
قانونشکنی مبارزه بود. این البته بسیار اشتباه است، هم حکومتداران اشتباه میکنن، همون جوانها و گروه‌های تندرو که جوانان رو به اون طرف میکشونن. یک سوال آخر، شما مربوط به انتخابات میدونید همه این تلاشایی که البته انتخابات تاثیر رسونده است و آنها میخوان پیش از انتخابات مخالفین رو ضعیف کنن، ولی فکر میکنم که برنامه وسیع‌تر از انتخابات هست و بعضی دورها شاید تصمیم گرفته باشن که دیگر در تاجیکستان باید اپوزیسیون قوی نباشد و یک حاکمیتی باشد و همه فقط اطاعت کنن و تصدیق کنن هر چی که از بالا گفته میشه و فکرم به همین طرف رفته ایستادن. اگر در جای ما حزب دیگر هم قوی تر می بود، مثلا حزب سوسیال دموکرات یا حزب دموکرات، هر حزب دیگری قوی هم میشد، عیناً همین فشارها بالاشون میاد. تشکر.